5 هفته از رسمی شدن لیتل ایران و اعلام پروژه باغ ایرانی گذشت و امروز برای 6مین بار در این محل حضور دارم. این پارک به مکان، دفتر و استودیوی من در امتداد سوشیال مدیا مبدل شده، با این امتیاز که در فضای باز و عمومی صورت میگیرد. از هفته گذشته بخش انگلیسی زبان ویلودل را هم مخاطب قرار دادم. سعی خواهم کرد که مطالب به فارسی و انگلیسی تکراری و ترجمه یکدیگر نباشند و در هر کدام متفاوت بودن مخاطبین رو در نظر داشته باشند. برای من این تجربه جالبیه و در حال پی بردن به نکاتی هستم که تا به حال به اونها توجه نکرده بودم و میتونن کمکی باشن برای پی بردن بیشتر به ساختار چند فرهنگی، 2 عالم، 2 هستی و 2 هویتی که یک شهروند مهاجر کانادایی با اون درگیره. ما وقتی از کامیونیتی ایرانی صحبت میکنیم و یا اون رو مخاطب قرار میدیم، کل ایرانیان کانادا رو در نظر داریم. به طور مثال من باغ ایرانی و یا لیتل ایران رو که در تورنتو صورت میگیره رو به کل ایرانیان کانادا مرتبط میدونم. در صورتی که از لیتل ایران گفتن شاید حتی برای کسانی که در مرکز شهر تورنتو و یا شهرهای دیگه، شهرهای اطراف تورنتو زندگی میکنن، نامربوط به نظر بیاد. در رابطه با محدوده عمل در سوشال مدیا هم فرق‌های وجود دارند. در رابطه با کامیونیتی ایرانی فضا بسیار گسترده‌تره، در صورتی که در رابطه با بخش انگلیسی زبان میبینم که فقط 2 گروه فیسبوکی ویلودل رو در اختیار دارن. اولین ویدیو به زبان انگلیسی رو با یک قطعه موزیک تموم کردم. این ویدیو رو میخوام با همون قطعه خوابهای طلایی که نمادی از رویای من برای این باغه تموم کنم.